همه اتباع دارای کارت سرشماری از 11 بهمن 1404 غیر مجاز محسوب می شود. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز گفته است که 11 بهمن 1404 تمام افرادی که دارای کارت سرشماری هستند اتباع غیر مجاز تلقی شده و باید خاک این کشور را ترک کنند. سیروس دهقان شیری در گفتگو با خبرنگار امنا در البرز اظهار کرده است با اقدامات انجام شده در سال گذشته بخش زیاد از اتباع غیر مجاز از استان و کشور خارج شدند و روند بازگشت اتباع در سال جدید نیز با شدت بیشتری ادامه خواهد داشت. وی افزوده است سال گذشته حدود 67,000 تا 80,000 نفر از اتباع خارجی از استان البرز و کشور خود بازگشتند و طبق برنامه‌ریزی شده انجام شده است. امسال نیز پیش بینی می شود نزدیک به 100,000 نفر دیگر از این افراد همراه خانواده‌های خود به کشورشان بازگردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز با تأکید بر اینکه حضور اتباع باید تنها در چارچوب ضوابط قانونی باشد تصریح کرده است کارفرمایانی که قصد استفاده از نیروی کار اتباع را دارند میبایست از طریق دفتر کفالت و پس از اخذ کارت کار مجاز اقدام کنند. دهقانشیری با بیان اینکه برخی از کارفرمایان متخلف با هدف پرداخت دستمزد پایین‌تر و فرار از بیمه اقدام به جذب اتباع غیر مجاز می‌کنند، تأکید کرده است طبق قانون به کارگیری اتباع غیر مجاز تا 5 برابر حداقل دستمزد مصوب یعنی معادل حدود 1,730,000 تومان در سال جاری جریمه دارد و در صورت تکرار این کار و حبس از 91 تا 180 روز نیز برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شود. و همچنان گفته بر اساس مقررات اسکان اتباع خارجی نیز باید ظرف مدت 24 ساعت با ارائه مشخصات کامل به نزدیکترین مرکز مربوط اعلام شود. در غیر این صورت مالک یا متصدی محل اسکان با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان البرز با اشاره به وضعیت بازار کار و اشتغال اتباع در بعضی مشاغل مانند کارواش‌ها خاطر نشان کرده است حضور اتباع تنها در مشاغل مشخص شده قانونی با کارت کار و ویزای معتبر مجاز است و کارفرمایان باید از بکارگیری این افراد در مشاغل غیر مجاز خودداری کنند. دهقانشیری گفته است دفاتر کفالت در سطح استان آماده ارائه خدمات و کارفرمایان برای معرفی و جذب اتباع مجاز هستند و دولت تلاش دارند تا با اجرای دقیق قانون ساماندهی مطلوبی در این حوزه را رقم بزنند. افتتاح مرکز ساماندهی اتباع خارجی در کرمان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور ایران گفته است با ساماندهی اتباع خارجی کسانی که باید به کشورشان بازگردند فقط اتباع غیر مجاز هستند. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده است که علی اکبر جمشیدپور روز جمعه در آینه راه اندازی مرکز ساماندهی و مدیریت اتباع خارجی در کرمان گفته است مرکز ساماندهی میتواند اطلاعات خوبی از همه جهت در اختیار مسئولان قرار دهد و نمونه و پایلوتی برای دیگر استانها باید باشد. آقای پورجمشیدیان افزوده است همه اطلاعاتی که مورد نیاز است از توانمندی شخصی، هنری، صنعتی اتباع و اطلاعات از لحاظ بهداشت و سایر اطلاعاتی که هم برای آنها و ما به عنوان کشور میزبان نیاز است در این مرکز سپاهش خواهد. مشاور وزیر و رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران نیز در این نشست گفته است که این کشور قصد اخراج مهاجران را ندارد اما مهاجرین باید با داشتن پاسپورت حضور قانونی در ایران داشته باشند. آقای نادریار احمدی گفتند کسانی که 40 سال در ایران زندگی کرده اند پناهنده محسوب نخواهد شد. خبرگزاری خبر آنلاین گزارش داده است که اسکندر مؤمنی وزیر کشور صبح روز گذشته 26 اردیبهشت در بدو ورودش به کرمان در جمع خبرنگاران گفته است که 2 میلیون اتباع غیر مجاز در ایران حضور دارد و بارها اعلام کرده ایم که اولویت نخست ما بازگشت این افراد به کشورشان است. همچنین او افزوده است ما دارای مناسبات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوان با همسایگان هستیم اما ایران ظرفیت پذیرش این همه مهمان را ندارد. وزیر کشور گفته است فرصت‌های شغلی گرفته شده و یارانه صرف اتباع می شود و انشاءالله که برگردند و کشورشان را آباد کنند. یک فعال حوزه کار در ایران طرحی برای مدیریت و ساماندهی اتباع پیشنهاد کرده است به منظور ساماندهی اتباعی بیگانه در بازار کار کشور بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده به خارج اعزام شود و برای بخش غیر حرفه‌ای از نیروهای خارجی و اتباع خارجی به طور قانونی و هدفمند استفاده شود. حمید نجف در گفتگو با اسنا به ضرورت ساماندهی اتباع در کشور تاکید کرده و گفته است
حضور اتباع خارجی در سالهای اخیر و افزایش ورود غیرقانونی آنها بر بازار کار ایران و پاره ملاحظات امنیتی و اجتماعی تاثیرگذار بوده است. از یک سو نیازمند استفاده بهینه از نیروی کار خارجی هستیم، از سوی دیگر برای جلوگیری از تأثیر منفی و مخرب حضور اتباع خارجی بر فرصت‌های شغلی داخلی و ویژه در بخش کارگری باید تمهیدات لازم را در پیش بگیریم. همچنان او افزوده است یکی از بزرگترین وظایف مخفول مانده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدیریت و نظارت صحیح بر بازار کار کشور است. اگر نظارت دقیق بر بازار کار ایران صورت گیرد، می توانیم با هر نوع چالشی در این فضا به موقع برخورد و در جهت رفع آن اقدام کنیم. آقای نجف ادامه داده است متاسفانه برخی مسائل از جمله بنگاهداری باعث شده تا ذهنیت مدیران و ویژه در لایه‌های میانی از اهداف اصلی دور شوند، در حالی که امروز معضل اتباع خارجی به یک چالش ملی در بخش‌های مختلف تبدیل شده و چگونگی عبور از این بحران نیازمند عزم و اراده جدی مسئولان و انجام اقداماتی اساسی است. این فعال حوزه کار درباره نحوه حضور اتباع و نیروهای خارجی در بازار کار ایران گفته است که معتقدم در برنامه بلند مدت می توانیم بازار کار کشور را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم و این شکل که بخشی از نیروهای ماهر و متخصص به طور مدیریت شده به خارج اعزام شوند و برای بخش غیر حرفه‌ای نیز از نیروهای خارجی به طور قانونی و هدفمند استفاده شود. همچنان او گفته است تمام این اقدامات به شرط محقق خواهد شد که دولت و وزارت کار به جای پرداختن صرف به امور بنگاهداری، برنامه‌های جامع و کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را از بعد نظارتی برای این امر تدوین کند.